خدمت جناب آقای دکتر بابایی هستیم. در ابتدا ازشون خواهش میکنم که معرفی کوتاه از خودشون داشته باشن. بفرمایید. خواهش میکنم. من دکتر بابایی هستم، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه اورتز پروتز، و تقریبا 10 ساله که بیشتر از 10 سال، تقریبا 14 ساله که در دانشگاه مشغول به تدریس هستم و در خدمتتون هستم. استاد، با در نظر گرفتن اینکه شما چندین سال هست توی فضای آموزش دارین فعالیت میکنین، فضای علمی و عملی رشته رو که توی دانشگاه داره تدریس میشه رو چجوری ارزیابی میکنین؟ یعنی چه رابطه بین علم و عمل توی دانشگاه وجود داره؟ ببینید، واقعیتش اینه که ما به لحاظ تئوری فاصله چندانی با دنیا نداریم، شاید حتی جلوتر هم باشه، ولی به لحاظ عملی به خاطر چند مسئله در واقع ساختاری که وجود داره ما خب خیلی عقب هستیم از دنیا. به خاطر مهمترین مسئله‌ای که وجود داره همین وجود تحریم ها هست و به خاطر هزینه‌های خیلی بالایی که ممکنه داشته باشه دانشگاه ها معمولا تقبل نمی‌کنن که اساتید رو بفرستن و دوره‌های تکمیلی و عملی رو ببینن، چون به هر حال هرچی که جلوتر میره تکنولوژی‌های جدیدتر، ارتسای جدیدتر ساخته میشه و ایجاد میشه، ولی ممکنه توی کتابامون هم باش بیاد، ولی چون ما نرفتیم دوره‌شو ندیدیم باعث میشه که در واقع عقب بیفتیم از، یعنی اون گپ اصلی که وجود داره گپی هستش که بین بالین و آموزش وجود داره. یعنی ما تئوریمون کتاب چون به صورت پی دی اف هم که شده خیلی راحت به دستمون میرسه، ولی اون جنبه عملیمون همیشه میلنگه. یه مشکل دیگه هم که وجود داره اینه که معمولا اجازه کار خصوصی به اساتید دانشگاه رو نمیدن. از اون برم امکان آپدیت شدن اساتید وجود نداره. خب این وسط اون اساتیدی که بیرون از در واقع دانشگاه کار خصوصی انجام میدن، اونا به واسطه بیمارهای مختلفی که میبینن تجربه خیلی زیادی کسب میکنن و اتفاقا اونا میتونن تجربیات خودشون رو بیارن به دانشجوها بدن. یعنی درسته که جلوشون گرفته میشه و اجازه نمیدن این کار رو انجام بدن، ولی در عمل داریم میبینیم که این به نفع دانشگاه و دانشجوه که اون استاد بیرون فعالیت غیر انتفاعی انجام بده تا بتونه تجربیات خودش رو بیاره داخل دانشگاه و به دانشجو انتقال بده. حالا در ادامه صحبت هاتون این فاصله که بعد تجربه چندین دهه آموزش ارتس پروتز توی ایران و فاصله که بین دانش دانشگاهی و کلینیک افتاده و فارغ التحصیلان نمیتونن بلافاصله وارد فضای کار بشن، به همین موضوع ربط داره. میشه یک جلو گسترده تر توضیحش بدید؟ میتونه ارتباط مستقیم داشته باشه. یکی دیگه از مشکلاتی که ما تو دانشگاه ها داریم، ما تو دانشگاه ها گروهایی که ارتس پروتز دارن، ما تکنیسیان حرفه‌ای که همه چیز بلد باشه درست کنن نداریم. خب اساتید هم در کنار کار تدریسشون هزاران کار دیگه هم دارن که باید انجام بدن. بنابراین شما پیش هر استادی که برید میبینید استاد اورلوده و شما عملا فقط تو همون ساعت‌های کلاس میتونید ازشون بهره بگیرید و این مسئله خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه اون دانشجو فرصت کافی برای دیدن بیمار رو پیدا نمی‌کنه و به نظر من راهکاری که براش وجود داره اینه که دانشجو اولا که بره فاصله بعد فارغ التحصیلیش قطعا کلینیک نزنه، حتما 2-3 سال بره کارآموزی کار یاد بگیره در کلینیک‌های مختلف، کلینیکایی که تخصصی روی چیزهای مختلف کار میکنن، برن و آموزش بگیرن و بعد برن کلینیک رو بزنن، چون در دوره 4 ساله دانشگاه فرصت کافی برای یادگیری همه مطالب وجود نداره. خب توصیه‌تون برای دانشجویانی که تازه فارغ التحصیل شدن یا قرار فارغ التحصیل بشن و بتونن حالا بعد از فارغ التحصیلی دانش بالینی خودشون افزایش بدن چی هست؟ ببینید راهی که خودم رفتم و خدمتتون میگم. ببینید شاید برای خیلی از ما رشتهمون 2 تا جنبه داره، یکی جنبه تئوری داره، یکی جنبه عملی داره. خب شما اولین مرحله‌ای که بیمار با شما مواجه میشه توی کارگاه نیست. اینجا کجا؟ تو اتاق معاینه است. خب بنابراین ما اگر اصول معاینه، اصول ارزیابی، اصول حرف زدن و اصول برخورد با بیمار رو یاد بگیریم 80 قدم جلوتر هستیم نسبت به خیلی از افراد دیگه‌ای که این کار رو انجام نمیدن. خب یعنی من فکر میکنم
اول ما تئوریمون رو قوی بکنیم، در کنارش چون وقتی تئوری رو بلد باشی وقتی میری بالا سر بیمار ممکن اسپی کورتز رو ندونی ولی به لحاظ بیومکانیکی میدونی باید چیکار بکنی. خب بعد که میید اون واحد در واقع جنبه‌های عملیش رو یاد میگیرید، این اون در واقع اون مطالب تئوری که یاد گرفتید کاملا میشینه توی ذهنتون و حک میشه و اون تبدیل به یادگیری میشه و تبدیل به اون فنی میشه که شما میتونید روی بیمار در واقع پیاده بکنید. خب استاد، در ادامه همه این صحبت ها در مورد فضای بالین رشته، از نظر شما فضای بالین رشته رو به اشباع هست و در کل آینده رشته قراره به چه شکل باشه؟ ببینید واقعیتش اینه که ما هیچ وقت هیچ رشته اشباع نمیشه. الان پزشکی مگه اشباع شده؟ فیزیوتراپی مگه اشباع شده؟ ارتوپدی مگه اشباع شده؟ در هیچ کجا. حتی خیلی ممکنه بگن من نمیرم دکترا بخونم چون هیئت علمی اشباع شده. اصلا همچین چیزی نیست. یعنی شما در همه سالها در همه دوره‌ها می‌بینید که در بعضی از رشته‌ها افراد هیئت علمی دانشگاه شده. بنابراین همیشه رو به باز شدن و رو به بحث داده شدن هست و اساسا من احساس نمی‌کنم که رشته ما به اشباع برسه. اصلا کلمه اشباع رو من اصلا قبول ندارم چون ما میتونیم یه کار خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، ما بیش از 200 خدمت داریم که به مریضا بدیم. خب فقط یه دونه‌شو انتخاب بکنیم و توش پرفکت بشیم، اون برای تمام عمرمون کفایت میکنه. و در نهایت نکته‌ای دارین که برای اعضای رشته مخصوصا دانشجویان کارشناسی کمک کننده باشه؟ من بازم تاکید میکنم حتما کتابای تکست رو بخونن و با کتابای تکستشون آشنا بشن. اگر بدونن که این کتاب چقدر مهمه، همین دو تا کتابی که ما داریم چقدر مهمه و چقدر میتونه در آینده بهشون کمک بکنه و چقدر قدرت حرف زدنشون رو، قدرت چونه زنیشون رو، قدرت تحلیلشون رو میتونه ببره بالا، واقعا نمیتونم دیگه بیشتر از این توصیه بکنم که این دانشجوها به نفعشونه که این کتابا رو بخونن. خیلی میتونه براشون مفید و کمک کننده باشه. ممنون ازتون که وقت گذاشتیم و توی مصاحبهمون شرکت کردیم و ازتون واقعا تشکر میکنیم که به عنوان دبیر علمی 15مین کنگره رو هم برگزار کردیم. خسته نباشید، وقتتون هم ممنون از شما لطف کردید. مرسی.